سلام و درود، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من مادکستر هستم و امروز اومدیم با یک آموزش خیلی خفن. ولی لطفا قبل اینکه بریم سراغ آموزش این ویدیو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله اون پایین رو فعال کنید. خب آقا، من داخل این آموزش امروز میخوام بهتون یاد بدم که چجوری هر 2 یا 3 روز یک بار آفر $1 بخورن. برای کسایی که نمیدونن آفر $1 چی، آفر $1 یک نوع ایونتیه که حالا به صورت ماهیانه یا حالا به صورت 2 یا 3 هفته یک بار وارد اکانت میشه، اونم به صورت شانسی که حالا مثلا چه میدونم آفرتون $10 باشه، $7 باشه. ولی من امروز اومدم بهتون یاد بدم که چجوری یک آفر $1 خفن اونم به صورت حالا هر 2 یا 3 روز یک بار بخورید. آفر $1 خفن اونم به صورت حالا هر 2 یا 3 روز یک بار بخورید. آقا، برای خوردن یک آفر $1 خفن مثل این آفر $1 که الان من خوردم که مثلا 300 تا جم داخلش داره با کلی باکس های خفن، یه چند تا نکته خیلی ریز و کلیدی داره که شما وقتی انجام بدید به صورت حالا 2 یا 3 روز یک بار یه آفر $1 خفن میخورید. این نکته ها رو باید مو به مو مثل من انجام بدید و تا یه همچین آفر $1 خیلی خفنی بخورید. خب نکته اول اینه که شما باید برید داخل قسمت مپ ها و مپ لون ولف رو انتخاب کنید. حتما باید مپتون لون ولف باشه. و نکته دوم اینه که باید کاراکتراتون دقیقا مثل من باشه. تا این باگ براتون انجام بشه. برای اینکه بتونید راحت تر کاراکترهایی که من گذاشتم رو پیدا کنید، اسمشون رو براتون میخونم. کاراکتر اول اندروه، کاراکتر دوم هایاتوه و کاراکتر سوم آنتونیوه. پس از انتخاب کردن این 3 کاراکتر یه چند تا نکته دیگه هم هست که باید داخل خود مپ لون ولف انجام بدید. خب نکته بعدی اینه که وقتی مپ لون ولف رو به صورت تک نفره یا همون فردی یا سولو استارت کردید، حتما باید سولو باشه. نمیتونید 2 نفره 2 به 2 استارت کنید. استارت کردید باید در 3 حالت حریفتون رو فقط ببرید. این 3 حالت اینجوریه که یا شما باید 5 3 5 4 یا 5 0 ببرید. حتما تاکید میکنم که این 3 نکته رو رعایت بکنید تا آفر $1 بخورید. حالا بعضیا که آفر $1 نمیخورن یا مثلا آفر $1 شون خیلی خوب نیست، برای اینکه آفر $1 خیلی خفنی بخورید یه چند تا نکته دیگه هست که اونا رو هم باید رعایت بکنید. اگه مثلا شما آفر $1 خفنی نمیخورید، قبل از اینکه آفرتون بره یه چند تا نکته هست باید اونا رو انجام بدید که یک آفر $1 خفن 2 یا 3 روز دیگه به اکانت شما بخوره و بتونید آفر رو خریداری بکنید. خب قبل از اینکه اون آفرتون بره 5 الی 7 دقیقه قبل از اینکه اون آفرتون بره وارد گیم بشید، مپ لون ولف رو استارت کنید و 5 3 یا 5 4 یا 5 0 از حریفتون بخورید. حتما این نکته رو رعایت بکنید تا 2 الی 4 روز آینده یک آفر $1 یک خفن در انتظار شما. اگر نمیدونید آفر $1 از کجا بزنید، من یک سایتی بهتون معرفی میکنم و یک که سابقه کار بالایی دارن، پشتیبانی 24 ساعته که من خودم حالا اسپانسر نیست ولی خودم به شخصه همه جمامو از اون سایت میزنم. این سایت موجوجمه. موجوجم سابقه کار بالایی داره و نماد اعتبار داره. بگذاریم از اینا. شما میتونید با این روش برای حالا ایونت های خفنی مثل ناروتو، گان های لولی و حتی آفرهای درصدی اسپین بزنید و آیتم های مورد نظرتون رو داخلش کلایم کنید. خب دوستان، این بود از آموزش امروز. امیدوارم لذت برده باشید. حتما کانال من سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید.